اگر دوست داری مهارتت رو در پرامپت نویسی برای چت جی پی تی و جمینای بالا ببری، این ویدیو برای شماست. سلام ارادت، خیلی خوش اومدی به چنل جیزد ای آی. من علی پژوهش هستم، تولید کننده محتوا و محقق حوزه تکنولوژی. تو یکی دو سال اخیر برای خیلی از فعالیتایی که انجام دادم از چت جی پی تی استفاده کردم. شاید اون اوایل خیلی متوجه نمی‌شدم چرا بعضی از پرامپت‌ها خروجی‌های خیلی ساده و کلی به من میدن، در حالی که یه سری از پرامپت‌ها دقیقاً اون پاسخی رو به من میگفتن که دنبالش بودم. چیزی که متوجه شدم این بود که کیفیت و دقت خروجی که از هوش مصنوعی میگیرید به شدت وابسته به کیفیت پرامپت شما هستش. این به این معنی نیست که شما باید مثلا سواد خیلی خاص یا ادبیات خیلی قوی و یا دانش خیلی عجیب غریبی داشته باشید تا بتونید یه پرامپت خوب بنویسید. نه، فقط یه فرمول ساده وجود داره که میتونید تو پرامپت نوشتن این فرمول رو انجام بدید تا خروجی‌های با کیفیت و دقیقی بگیرید. بهتون قول میدم این فرمول رو به همراه مثالی که بهتون میگم ببینید، بحث پرامپت نویسی تو هر زمینه و حوزه‌ای که بخواید ازش استفاده کنید کاملا براتون جا میفته. این فرمول رو برای هر مدل زبانی مثل چت جی پی تی و یا جمینای و باقی مدل‌های زبانی میتونید استفاده کنید. این فرمول 6 تا مؤلفه داره. میخوام 6 تا مؤلفه رو به ترتیب بهتون بگم. اولی رول یا نقش هوش مصنوعی، بعدی تاسک یا وظیفه، بعدی کانتکست یا زمینه‌ای که در موردش دارید پرامپت می‌نویسید، مورد بعدی اگزامپلز یا همون مثال‌ها، بعدی هم تون یا همون به عبارتی لحنی که قرار خروجی رو ازش بگیرید، و در نهایت فرمت یا قالبی که خروجی نهایی رو بهتون بده. خب من هر 6 مؤلفه نوشتن پرامپت رو کامل بهتون توضیح میدم، اما قبلش میخوام یه پرامپت تستی بنویسم و بعد بیام بهتون بگم هر کدوم از این 6 تا مؤلفه تو این پرامپت تستی ما به چه صورت قرار گرفتن. برای اینکه این پرامپت تستی رو بنویسیم میتونیم اینجوری فرض کنیم که شما میخواید برای خودتون یا مثلا برادرتون یه برنامه تمرینی ماهیانه از چت جی پی تی یا جمینای بخواید. پرامپت رو میتونیم اینطور بنویسیم. خب میتونیم بنویسیم به عنوان یک مربی فیتنس لطفاً یک برنامه تمرینی ماهیانه برای یک آقای 80 کیلویی تهیه کن که هدفش حفظ وزن و عضله‌سازی است. او تمریناتش را در خونه انجام میده، هر روز 30 تا 45 دقیقه برای تمرین وقت داره. تجهیزات شامل یک جفت وزنه 10 کیلویی و یک کش هست. به طور مثال در روز اول میتونه تمرین شنا و کار با کش انجام بده، لحنت دوستانه و انگیزه بخش باشه و برنامه رو به صورت روزانه و در قالب جدول ارائه بده. حالا میخوام 6 تا مؤلفه‌ای که گفتیم رو بهتون معرفی کنم و بگم چطور تو این پرامپت همین مثالی که بهتون گفتم از هر کدوم از این مؤلفه ها استفاده کردم. اولی مؤلفه یا عنصر پرامپت نویسی چی بود؟ رول یا همون نقشی که ما باید برای چت جی پی تی یا جمینای در نظر بگیریم. خب بریم حالا سراغ مثالمون. تو مثالمون چی گفته بودیم؟ به عنوان یک مربی فیتنس. این دقیقاً نقشی است که ما براش تعیین می‌کنیم. اولین بخش از هر پرامپت اینه که تو مشخص کنی قرار اون هوش مصنوعی به عنوان چه شخصی به تو پاسخ بده، چه کاراکتر و شخصیتی باید داشته باشه. تو همین مثال اگر من اشاره به مربی فیتنس نمی‌کردم، شاید به عنوان یه متخصص تغذیه، یه پزشک یا اصلا یه آدمی که اطلاعات عمومی از ورزش داره به من پاسخ میداد. پس اگر مشخص نکنی نقشش رو، ممکنه جوابش خیلی پراکنده باشه و روی اون پاسخی که شما میخواید خیلی متمرکز نباشه. مؤلفه دوم تاسک یا وظیفه، همون اکشنی است که قراره ارائه بشه. تو مثال ما میشه قسمت لطفاً یک برنامه تمرینی ماهیانه تهیه کن که هدفش حفظ وزن و عضله‌سازی هستش. در حقیقت درخواست نهایی شما از هوش مصنوعی میشه تاسک، که حالا توی پرامپت میتونه شامل یک یا چندین تاسک باشه. اینجا به هوش مصنوعی دقیقاً میگی که چه کاری باید برات انجام بده. قول چراغ جادو رو که یادتونه قسمت تاسک پرامپت نویسی عیناً همونه، فقط قول چراغ با AI جاش عوض شده. اگه برگردیم روی همین مثال، اینجا تمرکز روی برنامه تمرینی
و حفظ وزن و عضله‌سازی هستش. مثلا اگه به کلمات برنامه تمرین اشاره‌ای نکرده بودی، ممکن بود به جای برنامه تمرینی برات یه مقاله راجع به فواید فیتنس بنویسه. معمولا اگه وظیفه رو درست مشخص نکنی، هوش مصنوعی ممکنه کلی حرفای جالبم بزنه که اصلا به کارت نیاد و تو رو به اون جوابی که دنبالشی نرسونه. مؤلفه سوم کانتکست یا همون زمینه. تو مثال گفته بودیم او تمریناتش رو در خونه انجام میده، هر روز 30 تا 45 دقیقه برای تمرین وقت داره، تجهیزات شامل یک جفت وزنه 10 کیلویی و یک کش هستش. در حقیقت مؤلفه کانتکست اون استراکچر یا چارچوب پرامپت ما رو مشخص میکنه. مثلا تو همین مثال اینکه فرد تو خونه تمرین میکنه، تجهیزات خاصی داره و زمان محدودی داره، تعیین میکنه که هوش مصنوعی باید برنامه‌ای با تمرینات ساده و در دسترس بهش پیشنهاد بده. اگر این اطلاعات نباشه، ممکنه بیاد تمرینایی رو بهش بده که نیاز به دستگاه حرفه‌ای که معمولاً تو باشگاه هستن رو بهش بگه. پس کانتکست کمک میکنه که هوش مصنوعی بر اساس واقعیت‌های کاربر پیشنهادهای عملی به ما بده. مؤلفه چهارم اگزمپلز یا همون مثال‌ها. برمیگردیم به مثالمون. خیلی واضح و مشخص اینجا گفتیم به طور مثال در روز اول میتونه تمرین شنا و کار با کش انجام بده. وقتی تو یه مثال مثل شنا و کار با کش میاری، هوش مصنوعی هم بر اساس اون الگوهای مشابهی رو بهت ارائه میده. بدون مثال چت جی پی تی یا جمینای ممکنه خیلی کلی یا جنرال حرف بزنه یا برعکس خیلی تخصصی و علمی به تو جواب بده. وقتی شما میای و مثال به هوش مصنوعی میگی، خیلی بهتر میتونه متوجه بشه که چه مدل جوابی رو ازش میخوای. هیچ قسمتی از پرامپت به جز مؤلفه مثال نمیتونه به هوش مصنوعی بگه این مدلی که تو ذهن من هستش و به این شکل و این مدلی به من جواب بده. البته این نکته رو باید بدونید که الزاما شما همیشه نیازی به گفتن مثال ندارید. تو خیلی از پرامپت ها بدون مثال هم میتونید پاسخی که دنبالش هستید رو بگیرید. اما اگر براتون مهم هستش که پاسخی دقیق‌تر با اون الگویی که ازش میخواید رو بهتون بگه، بدیهی هستش که مثال میتونه به این موضوع خیلی کمک کنه. مؤلفه پنجم تون یا لحن هسته. شما میتونید تو پرامپتی که مینویسید این رو هم لحاظ کنید که پاسخی که دنبالش هستید چه لحنی داشته باشه. لحن رسمی داشته باشه، غیر رسمی باشه، صمیمی یا دوستانه یا حتی انگیزه بخش باشه. و میتونه ترکیبی از چند تا لحن باشه، مثل چیزی که تو همین مثال گفته بودیم، لحن دوستانه و انگیزه بخش. البته این نکته هم بگم، چون در نهایت قالب نهایی همین مثالمون به صورت جدول هسته، شاید اینجا تو این مثال ما لحن خیلی اهمیت خاصی نداشت. اما تو پرامپت تستی خواستم از لحن هم استفاده کنم تا بتونید متوجه مؤلفه پرامپت نویسی هم بشید. مؤلفه ششم و آخری فرمت هستش. تو مثال گفته بودیم برنامه رو به صورت روزانه و در قالب جدول ارائه بده. خب چرا اینجا گفتیم به صورت جدول؟ اگر قالب مشخص نباشه، هوش مصنوعی ممکنه بیاد پاسخ رو به صورت پراکنده یا نامرتب ارائه کنه که باعث میشه استفاده از اون پاسخ رو خیلی سخت کنه. بنابراین یه برنامه هر چقدر دسته‌بندی منظم‌تر و تر و تمیزی داشته باشه، برای ما میتونه خیلی کاربردی‌تر باشه. حالا من اینجا توی این مثالم گفتم جدول، شما میتونی قالب‌های خیلی متنوع دیگه رو تو پرامپت ها در نظر بگیری. قالب ایمیل میاد با یه ساختار یه ایمیل حرفه‌ای پاسخ رو برات آماده میکنه. میتونی بخوای پاراگراف بندی کنه یا بهش بگی فقط 10 خط به من توضیح بده، اول هر خط بیا یه بولت پوینت بذاره، یا نه از این مارک داون ها یا از این علامت ها بیاد استفاده کنه. یا حتی مثل این مثال خودمون که پرامپت ساخت جدول رو بهش گفتیم، میتونی اضافه کنیم که بیاد جدول رو تو قالب یک فایل اکسل ایجاد کنه. یه نکته دیگه که احتمالاً بتونید به صورت مجزا از این مؤلفه فرمت استفاده کنید این است که هر وقت برای ویراستاری یا نگارش یه مطلب از چت جی پی تی استفاده میکنم، تو پرامپت ها مشخص میکنم که تو تمام تغییرات بیاد به صورت بولد باشه تا به راحتی بتونم متوجه بشم که چه کلماتی تغییر داده شده و چه کلماتی حتی بهش اضافه کرده. خب حالا بیایم ببینیم برای مثال پرامپتی که حالا به صورت تستی گفتیم چه پاسخی رو چت جی پی تی به ما داده. خب همینطور که میبینید به این صورت جدول برنامه تمرینی ماهانه رو برای ما آماده کرده. یه پاراگراف میخوام اینجا باز کنم و یه نکته خیلی مهم رو بهتون بگم و اون اینه که اگر یه زمانی دیدید اطلاعات کافی رو از اون پرامپتی که میخواید بنویسید رو ندارید، خب یه مثال خیلی ساده میزنم که موضوع رو کاملا درک کنید. فرض کنیم همین مثالی که گفتیم، تو همین مثالی که گفتیم مثلا من از شناختی از تجهیزات ورزشی نداشتم، برفرض اصلا نمیدونستم وزنه یا کشی وجود داره و اصلا چه استفاده ای ازشون میشه.
حالا اینجا چیکار میکنم؟ میام همون اول داده های خودم رو بهش میگم اینقدر سنم هستش، وزنم اینقدره، نمیدونم ان ماهه که ورزش نکردم، وضعیت سلامتیم این شکلیه، اگر مثلا بیماری خاصی دارم حتما بهش میگم. بعد میام به چت جی پی تی میگم بجز این اطلاعاتی که از خودم گفتم بیا 20 تا سوال 30 تا سوال در مورد این موضوع از من بپرس تا شناخت بیشتری از من پیدا کنیم. و حالا با دیتا هایی که از خود چت جی پی تی میگیرید میتونی پرامپت های خیلی خیلی بهتری و قوی تری بنویسی. و نکته جالبش اینجاست که هر چقدر اطلاعات بیشتری و پیش‌فرض‌های بهتری به چت جی پی تی بگی، اون رو به مدل فکری و شخصیت خودت خیلی نزدیک‌تر کردی و در نهایت جواب‌های خیلی کاستوم شده و دقیق‌تری هم میتونی ازش بگیری که این خیلی جالبه. حالا میخوام خیلی سریع یه جمع‌بندی کلی روی هر 6 تا مؤلفه‌ای که شما میتونید با رعایت اونها تو پرامپت نویسی خروجی دقیقی از چت جی پی تی یا جمینای داشته باشی رو با هم مرور کنیم. اول باید رول هوش مصنوعی رو مشخص کنیم که قراره با چه کاراکتر و چه شخصیتی به ما پاسخ بده. بعد گفتیم تسک یا وظیفه یا همون اکشن نهایی که با پرامپت شما قرار هست اتفاق بیفته رو دقیق مشخص کنید. گفتیم که پرامپت خوب پرامپتیه که یک ساختار یا استراکچر کلی داشته باشه که همون مؤلفه کانتکست هستش. و بعد از اون گفتیم اگر پرامپت ما یک یا چند تا مثال خوب داشته باشه، ما یک الگوی خوب داریم به هوش مصنوعی معرفی میکنیم که میتونه بر اساس اون الگو پاسخهای دقیق‌تر و البته مشابه با مثال ما رو به ما اعلام کنه. و اینکه گفتن تون یا لحن پاسخ مورد نظرتون چقدر میتونه تعیین کننده باشه که اون پاسخ با چه حال و هوایی گفته بشه و در نهایت فرمت که با شکل و قالب پاسخی که جی پی تی یا جمینای برای شما آماده میکنه ارتباط مستقیم داره. و در نهایت این رو بدونید که تمرین کردن میتونه مهارت شما رو در پرامپت نویسی تقویت کنه و این نیاز به زمان داره تا با استفاده درست از این 6 تا مؤلفه‌ای که گفتم کیفیت پرامپت هایی که مینویسید رو بالاتر ببرید و در نهایت پاسخهای خیلی دقیق تری بگیرید. هر سوالی که داشتید تو کامنت ها میتونید بپرسید، خیلی خوشحال میشم که بتونم کمکتون کنم و بهتون پاسخ بدم. خیلی ممنونم که تا اینجا همراه من بودید. واقعا اگر این محتوا براتون جالب بود و به دردتون خورد و کاربردی بود میتونید با لایک و کامنتاتون از ما حمایت کنید و حتما این کانال رو سابسکرایب کنید، چرا که کلی ویدیو دیگه در همین حوزه و البته ابزارهای دیگه هوش مصنوعی براتون آماده کردم که احتمالاً بتونه به کارتون بیاد. به امید دیدار مجدد.